معمولا سوال پرسیده میشه که وقتی یه تصویر تک لایه داریم مثل این تصویر چجوری بهش حرکت بدیم توی مثلا افتر افکت و اینا. ببینید ما اول باید تصویر تک لایه‌مون رو چند لایه‌اش کنیم. این یه لایه است اینجا. خب من میام مثلا میخوام اینا رو بچرخونمشون، به این نزدیک میشم و با یه چیزی انتخابش میکنم. حالا من لاسو رو انتخاب میکنم. الان من انتخابش کردم. دقت کنید که یه مقدار داخل تر رفتم از همه گوشه ها، بیرونش رو نمیگیرم. الان اینجا یک کمی دیگه میام داخل. میبینید کاملا محدوده داخل رو انتخاب میکنم. کنترل جی اینو یه لایه میسازه و این جدا میشه. حالا بیایم همین الان بکنه مجیکمونم برداریم و این قسمت ها رو حذفش بکنیم. اوکی؟ پس اینجا یه لایه دیگه داریم. بیایم تو تصویر اصلیمون یه بار دیگه هر کدوم از اینا رو انتخاب میکنیم. این بار فضای بیرونشون رو انتخاب میکنیم. زیادم حالا این انتخاب اینجا حساس نیست. اینو انتخابش میکنم و به یه شکلی حذفش میکنم، مثلا با کانتنت اورفیل. ببینید میگم از این الگو نگیره، از اینجاها الگو نگیره، فقط آسمون رو الگو گرفت. درسته؟ آسمون رو میرزه توی این قسمت. این از لایه‌مون حذف شد. همین کار رو با بقیه‌شون هم میکنم. ستا رو با هم انتخاب کردم. کانتنت اورفیل و خیلی خوبم حذفش کرد دیگه. حالا میخوایم این تیکه‌های داخلی رو درستشون کنیم. چیکار کنیم؟ اینجا یه دونه ریموو تول داریم. اینو برمیداریم. میبینید میکشم فقط روی قسمتایی که میخوام پاک بشه. اون هوشمندانه برام پاکش میکنه. خیلی خوب شد. این تصویر ما و اینم یه دونه لایه‌مون که لایه‌مون هم خالیه. فقط به خاطر اینکه ما میخوایم اینا پشت این خونه بچرخن، میایم اینو با یه چیزی انتخابش میکنیم. بذارید با این انتخاب کنیم. خیلی اینجا نیاز به دقت نداریم. حدود اینو که انتخاب کنیم درست میشه. ببینید اینو انتخاب کردم. یه دونه کنترل جی میزنم که فقط این لایه رو این گوشه هاشو داشته باشم که این بره پشتش. درسته؟ بریم توی افتر افکت. اینجا رهاش میکنم. بچه‌ها اینو حتما کامپوزیشن ریتین لایر سایزز بزنید. خب ببینید یه کامپوزیشن برام درست کرد و هر کدوم از اینا رو توی سایز خودشون برام نگه داشت. میام این لایه‌ای که میخوام به چرخه رو انتخاب میکنم. بعد میام این انکر پوینت رو که لوایی رو بزنید روی کیبورد. اینو بیاید بذارید وسط جایی که میخواید ازش بچرخید. اینجا خوبه. حالا چند تا کپی ازش میگیریم. 4 تا کپی. روتیت اینو میزنم 90 درجه. این یکی میزنم 180 درجه. این یکی هم 270 درجه. ببینید شکل ما تقریبا درست شد. حالا کافیه که انیمیتش کنیم دیگه. این الان حرکت نداره. چجوری انیمیتش کنیم؟ میایم اینجا روتیشن همشون رو انتخاب میکنم. اوکی. میام توی حدود 2 ثانیه دونه دونه میگم این بشه 1، این بشه 1 و 90، این 1 و 180، این 1 و 270 داره میچرخه. اوکی. فقط قرارمون این بود که این بره پشت خونه. کار خیلی ساده ایه. این خونه رو برمیداریم میبریم لایه بالایی. تمام شد. خداحافظ.